مستر ایتی هستم. خوش اومدیم به این ویدیو. امروز قراره مشکل فری فایر رو رفع کنیم، چون ما قبلا با گرا بوستر میومدیم داخل بازی. الان دیگه متاسفانه خودتون میدونید گرا بوستر پولی شد و امروز قراره یه برنامه جدید دانلود کنیم. خب 3 2 1 خب ما برای اینکه بخوایم این چیز دانلود کنیم، گیو بوستر رو ما دانلود کنیم، نیاز به یه فیلتر شکن خوب داریم به نام تاپ وی پی ان که اونم تو همون فروشگاه پلی هست و بگمونم همونجا تهیه بشه. خب برو بریم داخل فروشگاه پلی. خب اینجا که من قبلا زدم یو بوستر، اینا میزنیم، شما دانلود میکنیم میزنیم باز. خب حالا چجوری باید فعال کنیم؟ این تیک اینجا رو فعال میکنیم، این تیک که ما الان خاموش کردیم و میخوایم فعال کنیم باید بریم داخل تنظیمات که خودش برنامه ما رو میبره که باید فعال کنیم یو بوسترمون رو. اگر هم خواستید مثلا یه چیزی مثل فری فایر یا بازی دیگه اضافه کنید، همینجوری با این علامت تیک میزنید، بعد اون سیو بالا رو میزنید و میاد بیرون. خب برو بریم داخل بوستر فعال شه. من چون از قبل اومده بودم حدود 1.5 الی 2 دقیقه طول میکشید تا این درست شه، ولی بعدش کاملا لگو میبره. مثلا دیگه اصلا اینجوری نیست که رو بتل رویال گیر کنه، مثلا اینجوری باشه، اینجوری بتل رویال گیر کنه. حداقل 1 الی 1.5 دقیقه، نهایت 2 دقیقه ما رو میاره روی این حالت و ما میتونیم هر گیمی رو که دلمون بخواد بازی کنیم. خب دوستان، قبل از خداحافظی کانال ما رو سابسکرایب کنید و دیگه یعنی خداحافظ تا ویدیو بعدی.